بسم الله و الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد، برادران و خواهران گرامی قدر، امروز با فضل و کرم الله سبحانه و تعالی با همراهی شمایان از این درس مبارک از این کتاب لمعة الاعتقاد هادی الی سبیل الرشاد از ابن قدامه رحمت الله علیه با شرح شیخ ابن العثیمین رحمت الله علیه ما قرار گرفتن در اینجا در باب ایمان. الایمان قول و عمل، موضوع خیلی مهمترینه. ایمان قول و عمل است. ابن قدامه رحمه الله تعالی میفرماید که الایمان قول باللسان والعمل بالارکان والعقد بالجنان یزید بالطاعه و ینقص بالمعصیه. ایمان این سخن با زبان است و عمل با اعضای بدن است و اعتقاد با دل است که با اطاعت زیاد می شود، یزید بالطاعه و ینقص بالمعصیه، و با نافرمانی و معصیت کم می گردد. این کلمات خیلی کلمات های زیبا و در حیات انسان منفعت بخشی هستند. الله سبحانه و تعالی میفرماید و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء و یقیموا الصلاة و یؤتوا الزکاة و ذلك دین القیمة. این آیه مبارکه شاید همه ما و شما از این آیه بخبر باشیم. در این سوره بینه یکی از مسئله های اعتقاد را الله سبحانه و تعالی در این آیه اول بیانگر است. خیلی مسئله های مهمی دین را برای ما و شما بیان می‌نماید که الله در این سوره بینه که می‌فرماید استعیذ بالله وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء و یقیموا الصلاة و یؤتوا الزکاة و ذلك دین القیمة. و ما امروا، و با آنها امر نکردیم یا که با آنها امر نشده بود، الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. خوب دقت بدهید، بر آنها، بر تمام مردم انسانیت امر نشده بود مگر اینکه الله را با اخلاص در دین عبادت نمایند. الله را با اخلاص در دین، له الدین، تمام عملها از آن الله سبحانه و تعالی است. دین به معنی عمل است. له الدین حنفاء و یقیموا الصلاة و یؤتوا الزکاة. و فرمود حنفاء، گفت در اینجا الله سبحانه و تعالی حنیف باشند، یعنی که از کفر و شرک و بدعت روی گردان با سوی توحید باشند، رای حق را روی بیارند، الله را بپرستند حنیف، و نماز را بر پای بدارند و زکات را بدهند. و در آخر چی فرمود؟ ذالک دین القیمه. این است دین راستین. پس برادران و خواهران گرامی، دین راستین بنده در همین سوره بینه آیت اول ذکر شده است. ابن قدامه فرماید که و جعل عبادت الله تعالی و اخلاص القلب و اقام الصلاة. الله سبحانه و تعالی عبادت را و اخلاص قلب را و برپا داشتن نماز و دادن زکات را همه را در اینجا دین راستین گفت. همه این اعمال از دین قرار داد سبحانه و تعالی. و قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند الایمان بدع و سبعون شعبه. بدرستی که ایمان از 70 و چند شاخه عبارت است. اعلاها، بالاترین این مقام ایمان، شهادت ان لا اله الا الله، شهادت دادن بر کلمه لا اله الا الله که معبود بجز الله نیست. و ادناها اماطة الاذى عن الطریق، و پایین ترین این کلمه ایمان یا این ایمان دور کردن آزار و اذیت از زیر راه می باشد. شیخ می فرماید که فجعل القول والعمل من الایمان. پس در اینجا رسول الله صلی الله علیه و سلم سخن را، بالاترین مقامی لا اله الا الله، بالاترین مقامی ایمان لا اله الا الله سخن را و پایینترین آن عمل است. این قول، سخن و عمل را از ایمان قرار داد در این حدیث. و قال تعالی، و الله سبحانه و تعالی می فرماید فزادهم ایمانا در سوره توبه. پس این قرآن بر ایمانشان افزود، ایمان آنها را زیاده گردانید. و می فرماید لیزدادوا ایمانا، تا با ایمانشان افزوده شد، زیاد کرده شد در سوره فتح. و رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث فرمودند که یخرج من النار من قال لا اله الا الله،
از دوزخ میبراید، از دوزخ برآورده میشود هر کسی که لا اله الا الله را بگوید و فی قلبه مثقال و در قلبش مثقال یک ذره خود رو میگویند مثل یک دانه، در قلبش یک مثقال یک ذره خرد از جو هم باشد یا خردل از جو هم کمتر که ذره از ایمان در قلبش باشد از جهنم برآورده می شود. برادران و خواهران گرامی، ایمان این یک مفهوم وسیع است که هم اعتقاد قلبی رو در نظر دارد، هم اقرار با زبان را و هم عملهای جسمانی رو در بر میگیرد. و ایمان خصوصیت های زیادی هم دارد که با طاعت و عبادت زیاد می شود، با گناه و معصیت کم می گردد. و همچنین ایمان درجه بندی می شود و مؤمنان و آدمان در سطح ایمان با هم فرق میکنند، در سطح ایمان با هم فرق میکنند که فرقیت آنها به عملها و اخلاص آنها وابستگی دارد. هر کسی این در مرحله ایمان درجه های خاص خود را دارد و فرقیت خاص خود را دارد که این فرقیت با عملهایی که تو انجام بدهی ای بنده و آن اخلاصی که در دین داری با آن عملت وابستگی دارد. پس ایمان در لغت به معنای تصدیق کردن، باور کردن را میگویند، به معنای تصدیق و باور نمودن. اما در اصطلاح باشد ایمان عبارت است از قول با زبان، قول سخن با زبان، مثل کلمه شهادت به لا اله الا الله را گفتن، و عمل است با اعضای بدن مثل اجرای ارکان اسلام، نماز، رکوع، سجده و غیره. و همچنین اعتقاد است با دل، اعتقاد باوری به الله و فرشتگان، ارکان ایمان باید با دل قبول کرده شود. پس ایمان در نزد اعتقاد اهل سنت و الجماعت قول است و عمل است. ایمان قول است و عمل است. قول قلب است، اینکه انسان با قلبش ذکر یاد الله میکند. قول زبان است، قول سخن میفهمید. قول قلب است، ایمان قول است و عمل است. خوب گوش بدهید، قول قلب است و قول زبان است. و گفتیم ایمان قول است و عمل است. قول قلب است و قول زبان است. عمل قلب است، عمل زبان است، عمل اعضای بدن است. فهمو؟ و دلیل های تعریف ایمان این قول الله سبحانه و تعالی سوره بینه که حاضر برای شما تلاوت کردیم، که در این سوره مبارکه در این آیه سوره بینه الله میفرماید که و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. ما آنها را مأمور یا که امر نکردیم یا که آنها مأمور نشده بودند مگر برای آنکه الله را با اخلاص پرستش و عبادت کنند. مخلصین له الدین حنفاء و یقیموا الصلاة و یؤتوا الزکاة. الله را با اخلاص پرستش کنند، نماز را برپای دارند و زکات را پرداخت نمایند. و یؤتوا الزکاة و ذلک دین القیمه. و این است دین راستین. این دین راستین. در این آیه کریمه الله سبحانه و تعالی اولین چیزی که ذکر نمود، ما بندگان را امر نکردیم مگر به عبادت او، تنها به عبادت او. الله را تنها الله را عبادت کرد، نه کسی دیگر، نه چیز دیگر را. تمام نوعهای عبادت از برای الله صرف شود. قسمت اول از آیات در دوام چی گفت؟ این اعمالی که این عبادت که تو انجام میدی باید خالصانه از برای الله قرار بگیرد، نه از روی ریا. له الدین، همه عملهایی که تو انجام میدی از برای الله قرار بگیرن. حنفاء گفت در دوام آیات، با حنفاء حنیف چون ابن قیم فرماید مائل از شرک و کفر و بدعت به سوی توحید و سنت روی آوردن است. اینو حنیف میگویند. الله همه ما را از جمله حنفا قرار بدهد. برای همه الله سبحانه و تعالی ابراهیم رو حنیف گفت. در دوام چی فرمود؟ و یقیم الصلاة، نماز رو برپای بدارن. این عمل است. در اول الله رو عبادت نماییم، کسی جز او رو عبادت نکنیم. دوم چیز اخلاص که محلش قلب است. گفتیم ایمان قول است و عمل است و عمل ها از برای الله انجام بیابد، حنیف باشی و نماز رو برپای بداری و زکات رو پرداخت نمایی. در دوام چی فرمود؟ این از دین قیم، این از دین راستین. اگر هر کسی که از این معنای این آیت محروم شود، معنای این آیت رو درک نکند و با معنای این آیت عمل نکند، پس او حنیف نیست، در دین مستقیم نیست. پس اگر ما بر این آیه کریمه اهمیت بدهیم، در این آیه کریمه اول عبادت الله است، دوم اخلاص، سوم نماز عمل، چهارم زکات، همه اینا از جزئی از دین هستند. و رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث فرمودند که الایمان بضع و سبعون شعبه، به درستی که ایمان زیاده از 70 شاخه دارد.
اعلاها شهادت ان لا اله الا الله، بالاترین مقام این ایمان شهادت بر لا اله الا الله هست و پایینترین آن چی است؟ عمل است. از زیر پای مردم آزار و اذیت دور کردن این عمل است. روایت بخاری و مسلم. پس ایمان افزایش می‌یابد، زیاد می‌شود و همچنین کم هم می‌شود. پس ایمان ای بندگان الله با اجرای عملها با طاعت و عبادت زیاد می شود و با گناه و معصیت کم می شود. امروز که الله برای تو توفیق داد بر این محفل علم آمدی و درس رو گوش میدهی، بدان که تو ایمان خود رو زیاد میکنی، چون طلب علم فرض است. و قول الله سبحانه و تعالی فزادهم ایمانا، پس ایمانشان را افزودیم. و همچنین قول الله سبحانه و تعالی لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم، تا بر ایمان آنها باز بیافزاییم. و قول پیامبر صلی الله علیه و سلم که یخرج من النار من قال لا اله الا الله، از دوزخ، از آتش دوزخ برآورده می شود، می برد آن کسی که لا اله الا الله بگوید و فی قلبه مثقال بره، و در قلبش حتی مقداری از اندک مثل دانه جو هم از ایمان باشد، او خردل، یا که از این دم کمتر، یا که ذره از این دم کمتر از ایمان باشد، یک ذره از ایمان باشد، از جهنم به سبب این برآورده می شود. پس این دو منبع کتاب الله و سنت پیامبر که به سمع شما خوانده شد اشاره بر آن میکند و اشاره بر آن دارد که درباره افزایش و کاهش کم شدن ایمان و مراتب اهل بهشت معلوم میگردد. دیگه در اینجا درجه های اهل بهشت در اینجا الکی معلوم میگردد. حتی امام بخاری رحمه الله تعالی در صحیح بخاری که صحیح ترین کتاب بعد قرآن است، یک باب را باب الایمان، در باب در بیان ایمان افزایش یا کاهش آن تحت رقم 44 ذکر داری کردند و در این قسمت احادیث را آوردند و فرمودند که با طاعت عبادت ایمان زیاد میگردد و با گناه و معصیت کاسته میشود. و همچنین در صحیح مسلم در باب ایمان، در باب در بیان پسترین مرتبه های اهل بهشت تحت رقم 193 و 325 ذکر می نماید. حدیث انس بن مالک را بر ما روایت می نمایند. می فرماید که شخصی که کمترین درجه ایمان نیز اگر داشته باشد از آتش دوزخ نجات رهایی پیدا میکند و از اهل بهشت قرار میگیرد. پس این احادیث واضح میکند برای ما و شما که ایمان در طبقات ایمان، در درجه های ایمان، انسان ها مرتبه های گوناگونی را دارند. بین انسان ها تفاوت و فرقیتی هست. این حدیث دلالت میکند که ایمان درجه ها و مرتبه های دارد، افزایش مییابد، درجه ها دارد، کمشوی دارد با سبب های. پس برادران و خواهران گرامی، ایمان مجرد کلمه های نیست که با زبان تنها گفته شود و بس، بلکه آن اعتقاد باطنی قلبی است که آن با عمل ظاهر می شود و با سخن تصدیق می گردد. این است اصل و اساس ایمان. الله خیرتان دهد. ایمان به هر آنچه که رسول الله صلی الله علیه و سلم خبر داده است. ابن قدامه رحمه الله تعالی می‌فرماید که و یجب الایمان بكل ما اخبر به نبی صلی الله علیه و سلم، پس واجب است، لازم است بر همه آنچه که رسول الله صلی الله علیه و سلم خبر دادند و صح به و نقل عنه، و آنچه که از رسول الله صحیح ثابت شده است و از او روایت شده است، بر همه این ایمان آوردن. فیما شاهدناه او غاب عنا، ایمان داشته باشیم خواه آن چیزی را که دیده ایم و خواه آن چیزی را که از نظر ما پوشیده است از عالم غیب و ما میدونیم که آن حق است و راست است، خواه آن را با عقل درک نماییم یا خواه آن را با عقل درک هم نکنیم، یقین باوری تام داریم که آن حق است و راست است، در آن شک و تردید نیست. به مانند مثال حدیث اسراء که در سیرت بیان کردیم ما، مثال حدیث اسراء و معراج پیامبر صلی الله علیه و سلم که واقعیت داشت که این اسراء پیامبر و معراج پیامبر در بیداری پیامبر رخ داد، نه در خواب. به خاطر آنکه که قریشیان این معراج پیامبر و اسراء پیامبر را انکار کردند و بزرگ دونستن این را، اما خوابها را آنها انکار نمی‌کردند. و شیخ می‌فرماید که و من ذلك ان ملك الموت لما جاء الى موسی علیه السلام، از جمله این احادیث که از جمله این حادثه ها آن است که وقتی که ملک الموت، فرشته مرگ، برای قبض روح موسی علیه السلام آمد، لیقبض روحه، لطمه، در این هنگام موسی علیه السلام او را زد و چشمش را کور کرد. فرجع الی ربه، سپس ملک الموت
فرشته مرگ به نزد پروردگارش برگشت و الله سبحانه و تعالی چشم او را به حالت اولینش برگردانید از امور غیبی که برای ما ذکر شده است. پس این مسائل یعنی واجب بودن ایمان به خبرهایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم بر ما آوردگی هستند. بر هر مسلمان واجب است به هر آنچه که رسول الله صلی الله علیه و سلم خبر داده است، از آنچه که روایت صحیح به ما رسیده است ایمان داشته باشیم. پس فرقی ندارد که آن چیز را ما مشاهده کرده باشیم، یعنی دیده باشیم، شخصا دیده باشیم، مشاهده کرده باشیم، یا چیزی باشد که از نظر ما پوشیده و غیب هم باشد. بر همه آنها ما وظیفه دار هستیم که ایمان آورده باشیم، چون که پیامبر صلی الله علیه و سلم خبر داده است از وحی و وحی نمی باشد مگر از جانب الله سبحانه و تعالی. چون الله میفرماید که و ما ينطق عن الهوى، و او یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم از روی هوا و هوس و سخن نمیگوید. این هو الا وحی یوحى، به درستی که در حقیقت آن جز وحی نیست که بر او نازل میگردد در سوره نجم. و همچنین برادران و خواهران گرامی، مسائل ایمان تنها با چیزهایی که به عقل درک می شود محدود نیست، بلکه چیزهایی هست که عقل انسان بر آن نمیگیرد و عقل انسان توان فهم و درک آن را ندارد، بر تو لازم است که بر آن ایمان بیاوری. به مانند بسیاری از مسائل غیبی و واقعه های الهی هستند، مسائل غیبی که ما حکمت آنها را کاملا درک کردن نمیتوانیم، نمیفهمیم، اما باید به آن ایمان داشته باشیم، زیرا دلایل صحیح بر ثابت بودن این چیزها بر ما یادآوری میکند. به مانند حادثه اسراء را گفتیم. اسراء یعنی که رفتن پیامبر صلی الله علیه و آله از مسجد الحرام بر مسجد الاقصی با آن براقی که سوار شده بود، آن حیوانی که از شتر کم پستر از خر بالاتر بود، یا که معراج پیامبر بر آسمان عبور کردن پیامبر صلی الله علیه و آله که گفتیم این در بیداری بود. برای چه این نقطه بیداری را ذکر نمودیم؟ چون طایفه و مردمی هستند که میگن که نه، پیامبر در خوابش رفته بود. اگر در خوابش میرفت، در حالی که آیات بیان است که بعد در بیداریش بود، یکی اگر مثال عقلی بیاریم، اگر در خوابش میرفت قریشی ها این رو انکار نمیکردن. پس نه در خواب و در بیداری بود، در بیداری بود. انا همین قریشی ها، انا همین رسول الله صلی الله علیه و سلم که در بیداریش اسراء و معراج کرد انکار کردند، چون از مکه مکرمه بر مسجد الاقصی شاید ماها و هفته ها راه طی شود. و همچنین ایمان آوردن ما به معجزه ها و واقعه های غیبی، و یکی از واقعه های غیبی که رسول الله صلی الله علیه و سلم بر ما خبر دادن، حدیث ملک الموت که با موسی علیه السلام ملاقات کرد، در حالی که ملک الموت نزد موسی علیه السلام آمد تا جانش را بگیرد، اما موسی علیه السلام او را زود یک شپاتی زد و چشمش را کور کرد و ملک الموت در حال نزد الله سبحانه و تعالی برگشت و الله سبحانه و تعالی چشم را دوباره برقرار کرد. و این حادثه هم نشان می‌دهد که پیامبران نیز انسان هستند و احساس انسانی هم دارند، اما باید اعتراف کرد که قدرت الله سبحانه و تعالی بر هر کار ظاهر می شود. پس مسلمانان باید بر آن چیزی که رسول الله صلی الله علیه و سلم خبر داده است ایمان آورند، خواه منطقی آن را درک کنند خواه درک نکنند. به مانند مسئله های غیبی گفتیم و اسراء و معراج گفتیم و حدیث هایی که وابسته بر این علم های غیبی مربوط است، فرشتگان، عالم جن ها، یکی مسئله های سمعیت یعنی آن امور بر آن امرهایی که بر آن امور گفته می شود، سمعیت یعنی با واسطه شنوایی، سمعیت آن بر آن امور گفته می شود که فقط با راه شریعت یعنی با راه قرآن و سنت ثابت می شود، نه با عقل. با عقل درک و فهم نمی شود، عقل در آن نقش ندارد. به مانند اینکه هر چیزی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم با سند صحیح ثابت شده باشد حتما حقیقت آن قطعی است، با آن ایمان آوردن واجب است. خواه آن را با احساس، با عقل، هوش درک کنیم، خواه آن را درک نکنیم، برای ما ایمان آوردن بر آن، تصدیق آن لازم است. چون الله سبحانه و تعالی میفرماید، خطاب به سوی پیامبر میکند، ان ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، البته که ما تو را بر حق فرستادیم. به خاطر چیز؟ بشیرا و نذیرا، تو بشارت دهنده باشی و بیم دهنده هم باشی. کسانی که تو را سخن تو را میپذیرند، قبول میکنند، راهنمایی تو را با دل جان تصدیق میکنند و عمل میکنند، تو برای آنها بشارت میدهی بر جنت هایی که
ارضها السماوات والارض، که زمین آن مثل آسمان ها و زمین است. و تو ای محمد بیم دهنده هستی، برحذر کننده هستی از آن کسانی که تو رو مخالفت میکنن. در اینجا مؤلف دو مسئله مهم رو که در دایره سمعیات ها قرار میگیرد، صورت میگیرد، ذکر مینماید. یکم مسئله اسراء و معراج که الله این رو در کتابش ذکر نمود، با احادیث صحیح برای ما ثابت شدگی است. پس گفته معنای اسراء چی است؟ معنای اسراء این سفر را سفر کردن و در شب میگویند که این سفری رسول الله صلی الله علیه و سلم در این شب با واسطه با راهنمایی جبرائیل علیه السلام بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم را از مسجد الحرام در برا گرفته بر مسجد الاقصی رفتند صلی الله علیه و سلم، از مکه بر بیت المقدس فلسطین. و الله سبحانه و تعالی در سوره اسراء آیت اول این منظر را چنین وصف می‌نماید: سبحان الذی اسری بعبده لیلا، به درستی که پاک است آن پروردگار، آن ذاتی که بنده اش را محمد را شبانه، سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام، از مسجد الحرام گرفت و به سوی مسجد الاقصی برد. اما معراج که رسول الله صلی الله علیه و سلم آن را با آسمان‌های بالا رفتن سفر کرده بیان کردن، با انبیا در آنجا با انبیا در آنجا ملاقات کردند و در آنجا جنت و دوزخ را الله بر پیامبر نشان داد که در سیرت بیان کرده ما. پس جمهور علمای اسلام بر آنند که اسراء و معراج در یک شب اتفاق افتاد، در یک شب این اسراء و معراج شد. اما در بیان تعیین سنه دقیق آن در بین علما اختلاف نظر است. برخی از علما گفتند در ماه ربیع الاول است، یعنی 1 سال پیش از هجرت پیامبر صلی الله علیه و سلم. بعضی از علما 3 سال پیش از هجرت پیامبر صلی الله علیه و سلم این را ذکر کردند و برخی از علما گفتند که این راجح ترین قول است، یعنی صحیح ترین قول است. و چگونه که بیان کردیم این حادثه در حالت بیداری رسول الله صلی الله علیه و سلم اتفاق افتاد، نه در خواب. چون این مشرکان عرب رسول الله صلی الله علیه و سلم هنگامی بر آن قصه کرد این را انکار کردند. اگر خواب میبود آن را انکار نمیکردند. و جبرائیل علیه السلام پیامبر الله صلی الله علیه و سلم را سوار آن حمام براق کردند و از مکه به بیت المقدس بردند با راهنمایی جبرائیل علیه السلام و از آنجا بر آسمان بالا شدند. و در این سفری که رسول الله صلی الله علیه و سلم تمام کائنات را، معجزه های الله سبحانه و تعالی را دیدند، در اینجا نمازهای 5 وقته بر این امت واجب گردید. و این واقعیتی که موسی علیه السلام با ملک الموت رخ داد، همچنین از امور غیبی ملک الموت علیه السلام با شکل انسان نزد موسی علیه السلام آمد با فرمان الله تا که روح او را بگیرد، جان او را قبض کند. و موسی علیه السلام با گمان این که این شخص، چون با صورت شخص آمده بود، که این شخص موسی را تهدید میکند، او را ضربه زد که چشمش را کور کرد. و ملک الموت نزد الله سبحانه و تعالی برگشت و گفت: ای پروردگار، تو مرا نزد بنده فلسطینی که نمیخواهد مردن را، نمیخواهد بمیرد. و الله سبحانه و تعالی چشم ملک الموت را از سر برقرار کرد و فرمان داد که بار دیگر نزد موسی علیه السلام برو و بر او خبر بده که الله سبحانه و تعالی بر او، یعنی بر موسی، مهلت بیشتر میدهد در این زمین، مهلت بیشتر زندگانی. و بر موسی بفرما که دست خود را بر پشت ثور این گاو بگذارد و یک پنجه از موی او بدارد و بگیرد و مقدار هر مویی که از این ثور کشیده گرفته می شود همین قدر جان هر سال بر عمر او زیاده کرده می شود. اینها از امور غیبی هستند که رسول الله برای ما بیان کرد. پس هر چیزی که هست تصدیق باوری. پس در این حادثه، عبرت این حادثه بیان قدرت الله سبحانه و تعالی و عظمت او و بزرگی او که بر هر چیز قادر است. موسی علیه السلام شخصیت پرقوت و جوانمردی داشت و طبیعتا شخص ناشناسی که میخواست جان او را بگیرد رد کرد. هر کی از خود دفاع مینماید، طبیعت بشریت است، مردن را نمیخواهد. چون برخی از احادیثی که بر ما با طریق صحیح روایت شده هستند، مردمانی هستند که این احادیث را نمیپذیرند و قبول هم نمیکنند. این گونه شخصیت هست. اما دلیل های صحیح از قرآن و سنت بر حقیقت این حادثه ها دلالت میکند. پس ایمان بر این حادثه ها از شرط های اساسی اعتقاد اسلامی بر شما می رود.
پس گفتن سمعیت ها، چیزهایی که شنیده شده هستند، از راه شریعت ثابت شدند. در آنها باید ما هیچ جای شکی نداشته باشیم، یعنی که قرآن و سنت. به مانند اسراء، معراج و دیگر حدیثایی که در بیان غیب مانند واقعه موسی علیه السلام صحبت می‌رود با ملک الموت. و می‌فرماید که و من ذلک اشراط الساعه، و از جمله این چیزها علم‌های غیبی نشانه‌های قیامت است. خروج دجال، و از این نشانه‌های قیامت برآمدن دجال است و نزول و نازل شدن عیسی ابن مریم است و کشتن عیسی علیه السلام دجال را و برآمدن خروج یعجوج و معجوج و خروج آن همان دابه، حیوانی که به مردم نصیحت می‌دهد، و همچنین طلوع خورشید، طلوع آفتاب از مغرب. به مانند اینها که با خبرهای صحیح ثابت است، بر ما لازم است که اینها را بپذیریم. پس برادران و خواهران گرامی، در این قسمت مؤلف رحمه الله تعالی به بعضی از نشانه‌های ساعت قیامت وقتی به آخر رسیدن قیامت اشاره میکند که این نشانه‌های قیامت بر اساس آیات‌ها و احادیث صحیح، متن‌های شرعی، خبرها بر ما آمده رسیده است. نشانه‌های حیات مردم رو پیش از قیامت بیانگر است که هر یک اینها با احادیث صحیح از رسول الله صلی الله علیه و سلم یا بعضی انبیا یا با واسطه انبیا از عرب‌های قبلی برای ما رسیده است. پس این نشانه‌های قیامت اشراط الساعه میگویند جمع است، از کلمه شرط است. شرط در لغت عرب به معنی علامت است. نشانه‌های قیامت، نشانه‌های قیامت، اشراط الساعه، یعنی که علامت‌های قیامت. میگه هنگامی که این علامت‌ها پیدا شد، پس قیامت الکی که واقع شد. پس کلمه ساعت به معنای وقت است، زمان حاضر یا که آینده استفاده برده می شود و در اینجا ساعت به معنای قیامت را در بر می گیرد. برای همین اشراط ساعت گفتن نشانه های ساعت، نشانه قیامت، و این به آن علامت های اشاره می کنه که در نزدیکی قیامت اینها واقع به وقوع می افتند. و دلیل این نشانه های قیامت اولا قول الله سبحانه و تعالی است: هل ينظرون الا ساعه، آیا آنها انتظار دارند که قیامت ناگهان بر سرشون آید؟ ایاتیهم بغتة، یک ناگهان بر سر آنها این قیامت بیاید. و قد جاء اشراطها، به درستی که نشانه های این قیامت الکی که چیز آمده است در سوره محمد. و از این نشانه های قیامت مؤلف رحمه الله تعالی اولین آن را برای ما خروج دجال، برآمدن دجال، و این کلمه دجال از شکل مبالغه کلمه دجال گرفته شده است که به معنای دروغگوی و فریبگر استفاده برده می شود، یکی به معنای خصلت‌های بد و زشت. و این کلمه دجال از نگاه شریعت به معنای یک مرد فریبگر است که در آخر زمان پیدا می شود و ادعای خدایی میکند، دعوای اله بودن میکند. اما دلیل‌های شرعی برای برآمدن این دجال، برآمدن او احادیث صحیح با اجماع اتفاق علما ثابت است. و رسول الله صلی الله علیه و سلم در دعایی که روایت مسلم است که در آخر انسان دعا می‌نماید چی فرمودند؟ اللهم انی اعوذ بک من عذاب جهنم، پروردگار یا الله، من به سوی تو از عذاب جهنم پناه میبرم. و اعوذ بک من عذاب القبر، و به سوی تو از عذاب قبر هم پناه میبرم. و اعوذ بک من فتنه مسیح دجال، و پناه میبرم به سوی تو از فتنه مسیح دجال. در حدیث گفته و اعوذ بک من فتنه محیا و ممات، و پناه میبرم به سوی تو از فتنه مرگ، حیات، زندگی و ممات. رسول الله صلی الله علیه و سلم در نماز از دجال پناه بردند. روایت بخاری و مسلم است. پس تمام علما اتفاق نظر دارند که خروج برآمدن دجال این واقعی است و حقیقت دارد. اما صفات‌های دجال چگونه است؟ اولا دجال در تمام زمین حرکت میکند، تمام زمین را زیر پای خود قرار میدهد بجز مکه و مدینه که فرشتگان در بالای دیوار او ایستادگی کرده از مکه و مدینه دفاع می‌نمایند. داخل شدن دجال را بر این مکان‌های مقدس باز می‌دارد که دوران حکمرانی دجال این 40 روز است. روز اولی از آن به مثل سال است، روز دوم به مثل ماه است و روز سوم به مثل هفته است و باقی مانده روزها مثل روزهای معمولی ما هستند. و دجال یک چشم کوری دارد و در مابین چشمان از کافر کافر نوشته شده است که مؤمنان، تنها مؤمنان آن را میخوانند. و این دجال هنگامی که خروج میکند میبرد یک فتنه های بزرگی را با خود میآورد. بر آسمان امر میکند که ببار، آسمان میبارد. بر زمین امر مینماید بسبز، زمین میروید. با خود بهشت و دوزخ هم دارد.
که بهشت او دوزخ است و دوزخ او بهشت است. و رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث بیان کردند که هر کسی که اگر نام او را بشنود، نام دجال را هر کسی بشنود، باید از او دوری کند، از او فرار نماید. اگر با او روپرو شد، ناخواست اگر با این دجال روپرو شد، سوره کهف را بر او بخواند. پس این دجال از راه بین شام و عراق پیدا می شود و مردم را به سوی پرستش و عبادت خود دعوت می کند. انیخترش از ایران، از اصفهان ایران از اون پیدا می شود، می براید و بیشتر پیروان او از میان یهودیان عرب ها و صحرانشینان هست. بیشتر پیروان آنها از زنان است، از زنان یهود و عرب های صحرانشین هم از او پیروی می نمایند و همچنین زیاده از 70,000 یهودیان اصفهان ایران این زمان او را همکاری میکنند، پیگیری می نمایند. پس فتنه دجال یک از بزرگترین امتحان های آخر زمان خواهد بود که پیامبر الله بر ما و شما امر کرد که ما برای مقابلیت نشان دادن در مقابل آن آماده باشیم، آمادگی بینیم. و انسان نمیتواند در مقابل این فتنه ها و این دجال آمادگی بیند مگر با ایمان، با آموزش عقیده صحیح و درست و پایبند کتاب الله و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم بودن، وگرنه هلاک میشود. نزول یعنی فرامدن عیسی ابن مریم علیه السلام، یعنی برگشتن عیسی ابن مریم در آخر زمان با دلیل‌های قطعی از قرآن و سنت و اتفاق علماهای مسلمان ثابت شده است. الله سبحانه و تعالی در سوره نساء می‌فرماید: و این من اهل الكتاب الا لیؤمنن به قبل موته، و هیچ کسی و نیست کسی از اهل کتاب مگر این که پیش از مرگ او، مرگ عیسی علیه السلام، بر او ایمان می آورند. و مقصد از مرگ عیسی علیه السلام یعنی بعد فرود آمدن او بر آسمان زمین، بر این زمین و مبارزه بردن او با این دجال و کشته شدن دجال از دست عیسی علیه السلام و سپس مرگ او. و ابی هریره رضی الله عنه این آیت را نیز چنین تفسیر کردند. و قول رسول الله صلی الله علیه و سلم که روایت بخاری و مسلم است، گفتند: والله قسم به الله لینزلن عیسی ابن مریم، به درستی که حتما عیسی ابن مریم می‌فرماید حکما و عدلا، حکم فرما و عادل است. پس نزول فرامدن عیسی علیه السلام در نزدیکی مناره صفا در شرق دمشق آنجا فرود خواهد آمد، در حالی که کفهای دست او در بالای بالاهای دو فرشته قرار دارد. دو فرشته او را بر این زمین می‌فرستد. و از خصوصیت های عیسی ابن مریم این است که هر کافری که بوی نفس او را احساس کند هلاک می شود. الله بر او این گونه قدرت می دهد و بوی نفس او عیسی علیه السلام با آن جای می رسد که چشمانش می بیند و هنگامی که دجال این را می بیند، این را می فهمد، فرار می کند و دجال را تعقیب می کند، از پشتش می رود و او را در نزدیکی فلسطین در باب لود در آنجا به قتل با نیزه اون را به قتل میرساند. و عیسی علیه السلام این هنگام صلیب را نابود میسازد، میشکند. صلیب را میدونید کریستی که امروز یهودیت و نصرانیت در خود دارند، او را میشکند، بر هم میدهد و تنها عبادت از برای الله قرار میگیرد. خنزیر را، خوک را نابود میسازد. تمام جهانیان الله سبحانه و تعالی را عبادت میکنند. و عیسی علیه السلام بعد این کارنمایی های بزرگ، قتل دجال و شکستن این صلیب و نابود کردن خنزیر، خوک و فحشا، حج و عمره هم میکند. و عیسی علیه السلام بعد از قتل دجال 40 سال در زمین باقی میماند، سپس وفات میکند، ازدواج میکند، نماز میخواند به حیث امام و نماز او را هم میگذارند، چون که روایت احمد و ابی داود است. وقتی وفات میکند او را نماز جنازه میکنند. و امام بخاری در تاریخ ذکر کرده است که او یعنی عیسی علیه السلام در نزد قبر پیامبر صلی الله علیه و سلم دفن میشود، ولی الله بهتر میداند. الله بهتر میداند. پس نزول فرامدن عیسی علیه السلام برای مبارزه بر این دشمن سرسخت، این طاغوت بزرگ، یکی از نشانه‌های بزرگ قیامت است که مسلمان ها در این باره اتفاق نظر هم دارند که عیسی نازل می شود، دجال را می کشد، عدالت را برقرار می سازد و زمین را از شرک و کفر و بدعت پاک می سازد. سپس خروج یعجوج و معجوج، خروج برآمدن، ریختن یعجوج و معجوج. یعجوج و معجوج اینها نامه‌های غیر عربی هستند.
از کلمه معج گرفته شده است، یا که اعج که به معنی آتش و شعله را در نظر دارد. معنی آتش و شعله را در نظر دارد، شعله آتش. که یعجوج و معجوج اینها دو قبیله هستند، دو قوم هستند، از فرزندان از نسل آدم علیه السلام هستند که بودن اینها با دلیل قرآن و سنت ثابت است. الله سبحانه و تعالی می‌فرماید حتی اذا بلغ بین سدین، حتی تا به میان دو کوه رسید، وجد من دونهما قوما. الله سبحانه و تعالی در داستان ذوالقرنین می‌فرماید تا آنکه میان آن دو کوه رسید، وجد من دونهما قوما لا یکادون یفقهون قولا، که در پشت یا که در پس آن دو کوه مردم را دید، با مردم واخورد که هیچ سخنی رو نمیفهمند، هیچ سخنی رو نمیفهمند. قالوا یا ذوالقرنین، گفتند ای ذوالقرنین، ان یأجوج و مأجوج مفسدون فی الارض. ای ذوالقرنین، به ما دست یاری دراز کن به درستی که این یأجوج و مأجوج در این زمین فساد کاری میکنند. فهل نجعل لك مخرجا. ای ذوالقرنین، آیا ما برای تو مزد رو مقرر کنیم تا که بر ما کمک بسازی؟ علی ان تجعل بیننا و بینهم سدا، تا اینکه بین ما و بین آنها یک سد، یک دیوار رو بسازی. سوره کهف آیه 94. و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که یقول الله یوم القیامه، الله سبحانه و تعالی در روز قیامت میفرماید، فریاد میزند، یبنه یا آدم، ای آدم، قم فبعث، ای آدم برخیز و از نسل خود به آتش دوزخ بفرست، روانه کن. سپس گفت ابشر فإن منکم واحدا و من الیأجوج و معجوج الفا. شاهد باشید، شاهد بگیرید، زیرا از شما یک نفر است و از یأجوج و معجوج هزاران نفر است از اهل دوزخ. که شکل کوتاه حدیث در صحیح بخاری و مسلم اینجا شکل کوتاه است. پس برآمدن این یأجوج و معجوج از نشانه های قیامت به شمار می رود که هنوز رخ نداده است، اما نشانه های آن در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم پیدا شده بودند، در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم پیدا شده بودند. در صحیحین ثابت شده است که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت فتح اليوم، امروز از سد یأجوج، همون دیوار یأجوج و معجوج، با دو انگوش سبابه و ابهام اشاره کرد، همین گونه اشاره کرد، سبابه اشاره کرد، گفت که امروز از سدی همون دیوار یأجوج و معجوج با این دو انگوش اشاره کرد و گفت و اندازه این کشوده شد. و این چنین در قرآن در سوره انبیاء الله میفرماید که حتی اذا فتحت یأجوج و المعجوج، هنگامی که یأجوج و معجوج دیواری آنها کشوده شود، و هم من کل حدث ینسلون، و آنها از هر تیپه، از هر کوه، از هر جای شتاب به شتاب میفرایند. واقترب وعد الحق، به درستی که وعده حق پروردگار نزدیک شده است، نزدیک می شود. و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند انها لن تقوم الساعه حتى تروا قبلها 10 آیات. فرمودند که ای مردم، قیامت قائم نمی شود، قیامت نخواهد آمد، نخواهد شد تا پیش از آن 10 نشانه بزرگ را شما ببینید، 10 نشانه را شما ببینید. آن دود که فرا میگیرد، دجال، دابه همان حیوان، طلوع آفتاب از مغرب، نزول عیسی ابن مریم، یأجوج و معجوج، و 3 ترکیش در مشرق و در مغرب در نیم جزیره عرب. این رو رسول الله صلی الله علیه و سلم ذکر کردند و فرمودند که آخر آن آتش خواهد بود که از یمن بیرون می آید و مردم را به سوی محشر سر می کند، روانه می کند. و این قصه یأجوج و معجوج نیز در حدیث های رسول الله صلی الله علیه و سلم درباره عیسی ابن مریم ذکر شده است که پس از کشتن دجال الله سبحانه و تعالی بر عیسی علیه السلام وحی میکند که میفرماید که من بندگان از خود برآوردم، بندگان را امروز در آنها را کشیدم که هیچ کس دیگر توان غلبه کردن آنها را ندارد. و فرمود الله به سوی عیسی گفت که بندگانم را به سوی کوه تور سینه که در مصر قرار دارد به آنجا ببر، برام بلندی ببر، که من امروز آن بندگان را کشیدم. پس معلوم شد که اینا بندگان هستند، بندای الله هستند، بندای نافرمان هستند، از نسل انسانیت هستند. بعضی از علما فرمودند که این یأجوج و مأجوج از
و فرزندان سم ابن نوح است، الله علم، که آنها از هر تیپه جاری میشوند، حتی اینکه آب بحر تبریا رو مینوشند، آب بحر رو مینوشند. و هنگامی که به بیت المقدس میرسند، بر این فلسطین، به نوک تیرهای خود به سوی آسمان تیر میزنند. وقتی تمام زمین رو فساد میکنند، در اینجا میرسند، در بلندی ها به سوی آسمان تیر میاندازند، میگویند که ما اهل زمین رو همه را نابود کردیم، اکنون اهل آسمان را نابود میسازیم. وقتی که به سوی آسمان تیر میاندازند، الله تیرهای آنها را، نوک تیرهای آنها را با خون آمیخته کرده برمیگرداند. فکر میکنه که اهل آسمان را هم به قتل رساندند. و در اینجا با دعای عیسی علیه السلام الله آنها را نابود میسازد و تمام زمین را جسد آنها فرا میگیرد، دنیا بوی میگیرد از بر کثرت بودن آنها، بوی ناخوش تمام دنیا را فرا میگیرد. و عیسی با یاران خود در این هنگام دستی به دعا میبردند و دعا میکنند که پروردگارا این زمین را از جسد اینها پاک بساز. پس این قصه یعجوج و معجوج یک از رویدادهای مهم در اسلام است که در قرآن و حدیث با طوری که بیان کردیم ذکر شده است. گفتیم این یعجوج و معجوج دو قوم هستند، از نسل انسانیت هستند، اما با خصوصیت‌های مخصوص و ناتکرار چیز میبرایند. آنها فساد کنندگان این روی زمین هستند. وظیفه آنها فقط اختلاف و خرابکاری است، نه چیز دیگری. و الله سبحانه و تعالی که در سوره کهف ذکر نمودین، داستان ذوالقرنین را برای ما و شما وسط و محکم کردن و با دیوار مستحکم از آهنین و میسین میان این دو کوه را میسازد تا یعجوج و معجوج را از این قوم را از یعجوج و معجوج رهایی بخشد. و این سد و این دیوار تا امروز هم در گوشه و کنار از دنیا قرار دارد که آنها را از این نگاه می‌دارد، از برآمدن آنها. پس این یعجوج و معجوج یکی از نشانه‌های بزرگی نزدیکی قیامت است که رخ می‌دهد، که از هر تپه، از هر جایی فرود میارند، میریزند، دنیا را فرا میگیرند. پس برآمدن این یعجوج و معجوج پس از با قتل رساندن عیسی علیه السلام، پس از فرمودن عیسی علیه السلام و با قتل رساندن دجال را رخ می‌دهد که تمام زمین را فرا میگیرد، حتی آب بحر را هم مینوشند، در روی زمین فسادی میکنند. و هنگامی که فرمان الهی بر عیسی علیه السلام فرود میآید که بندگان من را بگیر به کوه طور سینا برو، پناه ببر، و با دعای عیسی علیه السلام الله آنها را با فرستادن همین با بیماری های دودی را میفرستد، یک کرمی را، با این واسطه آنها را همش را نابود میسازد، که هر کرمی که در گردن های آنها میرسد آنها را نابود میسازد، که جسد های آنها دیگر زمین جسد های آنها را برداشتن نمیتواند، دیگر زمین جسد های آنها را برداشتن نمیتواند. پس این قصه یعجوج و معجوج یک آگاهی بزرگ از جانب الله و رسولش بر این بشریت است و بر ما آگاه میکنه که توکل و صبر در این راه دین و نشان میدهد که همه این رویدادها با اراده و قدرت او سبحانه و تعالی رخ میدهد، چی بخوایم نخوایم هر چیز با تقدیر الله سبحانه و تعالی آن کار میشود. پس این داستان که ما این داستان ها را به اذن الله تعالی در آینده کاملا وسیع‌تر برایشون بیان می‌نماییم، اما آنچه که در این کتاب از ذکر می‌نماییم، این داستان های نشانه قیامت را ان شاء الله ما همه اینا رو با تفصیل برایشون بیان میکنیم. این داستان یک تعلیمات اسلامی در بیان باب آموزش عقیده و اخلاق و اعتقاد صحیح می باشد که این پیروان دین را در باب تحمل و آموزش دین و اخلاق صحیح و نیکو و توکل به الله سبحانه و تعالی و آمادگی برای این رویدادهایی که رخ میدهد یاری میکند. سپس خروج دابه یک مخلوق از زمین است. کلمه دابه در لغت به هر موجودات اشاره می شود که در روی زمین حرکت میکند. هر موجوداتی که در روی زمین حرکت میکند او را دابه میگن در زبان عرب. اما در اینجا مراد از این دابه که الله در آخر زمین روانه میکند یک مخلوق مخصوص است که الله او را نزدیک بر قیامت برای هدایت و آگاهی کردن مردم میفرستد تا که مردم را پند و نصیحت بدهد. و برآمدن این دابه، این حیوان، با دلیل قرآن در سوره نمل ذکر یادآوری شده است. الله می‌فرماید و اذا وقع القول علیهم، و هنگامی که فرمان بر آنها، یعنی که بر کافران واقع می شود، اخرجنا لهم دابة، ما برای آنها از زمین یک دابه را بیرون می آوریم، دابة من الارض، تکلمهم، بر آنها سخن میگوید، ان الناس كانوا بآیاتنا لا یوقنون، به آنها سخن میگوید که مردم به آیات ما اعتقاد باوری ندارند، نمیآورند. و در حدیث هم این ذکر شده از روایت مسلم
گفتن که اینها لن تقوم الساعه حتی تروا قبلها 10 آیات. گفتن صلی الله علیه و سلم که قیامت قائم نمی شود تا آن وقت که شما 10 نشانه را نبینید. و ذکر منها و ذکر کردن یکی از آنها را الدابه، گفتن این حیوان. پس از جمله نشانه‌های قیامت انا همین حیوان، انا همین دابه هست که ذکر می شود. و در قرآن و احادیث صحیح جزئیات برای صفت ظاهر شوی و مکان دقیق خروج این مخلوق نآمده است. تنها ذکر شده است که این مخلوق وظیفه آگاهی کردن مردم را اجرا میکند و این اشاره به نزدیک شدن روز قیامت را هم در بر میگیرد. و طوری که در آیه‌های قرآنی هم اشاره می شود وظیفه اساسی این دابه آگاه کردن مردم از نزدیک شوی عذاب الله و خاطر رسان کردن آنها برای آنکه ناباوری کردند به نشانه های الله سبحانه و تعالی بر ایمانی بر او. پس خلاصه کلام خروج ان همین دابه از نشانه های آخر زمان است و یک حادثه غیر عادی است که با اراده الله سبحانه و تعالی این حادثه رخ می‌دهد. اما جزئیات برآمدن این دابه، مکان این، همه این چیزها در قرآن و سنت ذکر یا داوری نشده است. هدف اساسی این برآمدن این دابه یادرس کردن بر حقیقت، بر ایمان، بر هدایت و راهنمایی مردم به سوی اعتقاد به سوی الله سبحانه و تعالی. سپس دیگری از نشانات طلوع آفتاب از مغرب می شود. طلوع آفتاب از مغرب یکی از نشانه‌های بزرگ قیامت می باشد که در قرآن و احادیث صحیح این بیان شده است. الله در سوره انعام می‌فرماید یوم یأتی بعض آیات ربک، روزی که بعضی از نشانه‌های پروردگار تو بیاید، لا تنفع نفسا ایمانها، اگر این نشانه‌های پروردگارت آمد دیگر ایمان آوردن هیچ کس بر او فایده نمیرساند. لم تکن آمدت من قبل، دیگر اگر که پیش از آن ایمان نآورده بود دیگر در این روز ایمان آوردن وی برای فایده نمیدهد. او کسبت فی ایمانها خیرا، یا در ایمانش کاری نیک نکرده باشد. و علمای تفسیر گفتن در این قول الله سبحانه و تعالی که بعضی از نشانه ها در این آیت طلوع آفتاب است. طلوع آفتاب از مغرب یک تغییرات بزرگ رخ می‌دهد در این کائنات. قانون‌های کیهانی تبدیل می‌شود، عوض می‌شود، تغییر می‌یابد. مردم هر روز، هر صبح منتظر برآمدن آفتاب از مشرق هستند، در حالی که آفتاب از مغرب می‌بارد در این روز. و رسول الله فرمودند که در قول الله سبحانه و تعالی که یوم یأتی بعض آیات ربک، قیامت نخواهد برخاست تا آنکه آفتاب از مغرب طلوع کند. وقتی آفتاب طلوع میکند و مردم آن را میبینند، همه یک جا ایمان میآورند، همه ایمان میآورند، ولیکن ایمان آنها دیگر به فایده آنها و نفع آنها قرار نمیگیرد. اما در آن زمان است که هنگامی که این آیت، این نشانه پیدا میشود، ایمان آوردن هیچ کس بر او دیگر فایده نمیرساند پیش از این اگر ایمان نآورده بود. پس این طلوع آفتاب از مغرب نشانه بزرگی است که اشاره به نزدیک شوی روز قیامت را بیان می‌نماید. این رویداد دیگرگون شدن نظام طبیعی نشان می‌دهد که آخرین آگاهی برای این انسان هاست که در این حالت دیگر ایمان کسی بر او فایده نمیرساند. بعد از طلوع آفتاب از این مغرب درهای توبه دیگر بسته می‌شود و برای آن کسی که پیش از این ایمان نآورده بود یا عملهای صالح شایسته نکرده بود دیگر برای او هیچ فرصت فراهم نمی آید. برای همین برادران و خواهران گرامی منتظر فردا نباشیم. امروز که ما فرصت داریم با سوی الله سبحانه و تعالی توبه کنیم. ما و شما را کسی حاضر من نمیکنه که استغفار نماییم از هر آن گناهی که کرده بودیم، چه خرد و چه بزرگ، چه آشکار و نهان، با سوی پروردگار توبه کنیم. به درستی که الله سبحانه و تعالی توبه پذیر و مهربان است و گناهان بندگان را بر حسنات هم تبدیل می‌دهد. پس برآمدن این آفتاب از مغرب، چگونه که آیه های قرآنی را خواندیم و احادیث را بیان کردیم، نشانه بزرگ قیامت است. این رویداد تاکید میکند برای ما و شما برادران و خواهران گرامی که انسان باید در وقتی که فرصت به سوی پروردگار گشتن را دارد این فرصت را از دست ندهد. حاضر کاری امروز رو دیگر به فردا نگذار. بهترین خوشنودی بنده این است که به سوی پروردگار توبه کننده باشد. خوشحالترین از بندگان از برای اصلاح نفس خود کوشش کند، زیرا پس از این نشانه دیگر توبه و ایمان انسان بر انسان فایده نمیدهد. تصور کنیم برادران و خواهران گرامی که مرگ به سراغ ما آمد و
ما در گناه و معصیت هستیم. مرگ بر سراغ ما آمد و ما در نافرمانی الله هستیم. مرگ بر سراغ ما آمد و ما در بینمازی هستیم. مرگ بر سراغ ما آمد و ما از دین دور هستیم. در این حالت تو پای میبری، درک میکنی، میخوای به سوی دین باز بگردی، یک لحظه مهلت میخوای، ولی که دیگه برایت هیچ مهلتی نیست. برای همین توبه امروز، توبه این روز. استغفر الله و اتوب الیه. با سوی پروردگار توبه میکنم، استغفار. سپس و عذاب القبر و نعیمه حق. به درستی که عذاب قبر و نعمت هایی که در عذاب قبر هستن اینا حق هستن. و قد استعاذ نبی صلی الله علیه و سلم منه. به درستی که رسول الله صلی الله علیه و سلم از این عذاب قبر پناه بردن. و امر به فی کل صلات. و به درستی که بندگان را امر کردن، بندگان الله را امر کردن از پناه بردن از این عذاب قبر در هر نماز. پس عذاب قبر یا که نعمت آن حقیقی و ثابت شده است در دین اسلام. رسول الله صلی الله علیه و سلم از عذاب قبر پناه می بردند، پناه خواستند و امتش را به سوی آن تشویق کردند که در هر نماز بگویند اللهم اینی اعوذ بک من عذاب القبر. پروردگار من به سوی تو از عذاب قبر پناه میبرم. و فتنه القبر حق. برادر و خواهر گرامی، بدونید که فتنه قبر حق است و سؤال منکر و نکیر حق است و زنده شدن پس از مرگ هم حق است. و ذلک حین یفتح اسرافیل علیه السلام فی الصور. و این واقع می شود آن هنگامی که اسرافیل علیه السلام در این سور می دمد. پس عذاب و فتنه قبر برادر و خواهر گرامی حق است و سؤال پرسیش منکر و نکیر از هر بنده حق است و زنده گردیدن بعد از مرگ این هم حق است. و همه این زمان رخ می دهد که اسرافیل علیه السلام بر سور می دمد. فاذا هم من الاجداث الى ربهم ینسلون. پس ناگهان آنها از قبرهای خود با شتاب به سوی پروردگار خود می شتابند، می خیزند. عذاب قبر ای برادر و خواهر. پس فتنه به معنای امتحان و آزمایش است و فتنه قبر عبارت است از سوال کردن مرده در قبر درباره پروردگارش، ربش و دینش و نبیش. و دلیل این قول الله سبحانه و تعالی است که می‌فرماید یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت. الله بر سخن ثابت کسانی را که ایمان آوردند، بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الاخره. در این دنیا و آخرت ثابت قدم می‌سازد. سوره ابراهیم. و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند المسلم اذا سئل فی قبره. مسلمان هنگامی که در وقتی که در قبر از او پرسیده شود، شهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله. شهادت می‌دهد که شهادت بر لا اله الا الله و محمد رسول الله می‌دهد. و این قول الله سبحانه و تعالی که یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الاخره. الله با سخن ثابت کسانی را که با ایمان در ایمان بودن، ایمان آورده بودن، در حیات دنیا و آخرت ثابت قدم می سازد. در این سوره ابراهیم این معنای کلمه لا اله الا الله هست که در آن رو تو دیگر بر این جواب می دهی به آسانی. روایت بخاری و مسلم. و تو نمی توانی ای بنده بر این سوالات جواب بدهی مگر اینکه این مسائل را درست از خود کرده باشی، با ایمان کامل بر اینها باور داشته باشی و دین را آموخته باشی. و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند ان العبد اذا وضع فی قبره. به درستی که بنده هنگامی که در قبر گذاشته می شود و تولی عنه اصحابه و یارانش و دوستانش از او دور می شوند، به سوی خانه های خود برمیگردند، انه لیسمع قرن نعالهم. به درستی که این مرده، به درستی که قدمهای این یارانشان را میشنود چونه برمیگردند. قال میگوید و یأتیه ملکانی. و این هنگام است که آنها به سوی خانه های خود برمیگردند، دو ملائکه، دو فرشته می آید نزد او فرود می شوند و او را میشنانند و این سؤال ها را از او میپرسند. و این دو فرشته با نام های منکر و نکیر مشهورند، طوری که در روایت ترمذی از ابی هریره رضی الله عنه با سند خوب حسن روایت شده است. پس سؤال در قبر برای همه آن کسانی که مکلف هستند، از جمله مؤمنان، کافران
امت‌های گذشته بر همه آنها ارتباط دارد. برخی از آنها علما گفتند استثناء‌اند، به مانند شهیدان، به مانند مرابطان در راه الله که شیخ می‌فرماید که احادیث صحیح این رو تأکید می‌کند. پس عذاب و نعیم قبر، ای بندگان الله، عذاب قبر یا که نعمت آن، عذاب و نعیم قبر حقیقی است، ثابت شده است با دلیل قرآن و حدیث و اتفاق اهل سنت. الله می‌فرماید درباره حالت مردگان فلولا اذ بلغت الحلقوم، پس چرا هنگامی که جان در حلقوم این بندگان میرسد، و انتم حینئذ تنظرون، در حالی که شما دیگه توان برگشتن رو ندارید، دیگه فرصت نیست. در این هنگام و انتم حینئذ تنظرون، توان هیچ چیزی رو ندارید، در این هنگام حاضر هستید و نگاه کردن می ایستید. رسول الله صلی الله علیه و سلم پیوسته امتش را پناه بردن از عذاب قبر توصیه می‌دادند و ما را به آن امر کردند. و در این بیان حدیث برای ابن عازب رضی الله عنه است، یکی از حدیث‌های مشهور در موضوع عذاب و نعیم قبر. در این حدیث حالت مؤمن و کافر پس از مرگ در قبر به طور مفصل بیان می شود. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند وقتی که بنده مؤمن در قبر گذاشته می شود و به سوالها جواب می دهد، ندایی از آسمان بلند می شود، بنده من راست گفت، و می فرماید پس این بنده را از بهشت فرش بیاندازید و در بهشت را برای او بکشید و برایش به سوی بهشت درها را بکشید. پس از بوی خوش بهشت که در مشام همین بنده در داخل قبر به او می آید می رسد و قبر این بنده به اندازه دیدن چشم کلان میگردد، وسیع کرده می شود. اما حال کافر باشد، اما کافر رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند هنگامی که سوالهای منکر و نکیر را نادرست جواب می دهد، یک ندایی از آسمان بلند می شود، می گوید بنده من دروغ گفت، پس او را از این آتش یک فرش بیاندازید و برایش در به سوی دوزخ را باز کنید. پس از گرمی این دوزخ و از شمال این دوزخ که بر او میرسد و قبرش به اندازه تنگ کرده می شود که استخوانهایش به همدیگر فشرده می شود، داخل می گردد. این حدیث را احمد در مسندش و ابی داود در سنن روایت کردند و این حدیث را حدیث صحیح و حدیث خوب گفتند. پس صحابگان کرام و اهل سنت اتفاق دارند که عذاب و نعیم قبر حق است. ابن قیم رحمه الله تعالی در کتاب خود الروح این حقیقت را با دلایل سرشماری از شریعت برای ما بیان کرده است. پس این حال قبر یکی از حقیقت‌های غیبی است که الله سبحانه و تعالی با قدرت خود آن را برای مردم معین کرده است. و این حیات برزخ، حیات غیبی که در قبر است، این حالت با معیارهای مادی یا که دنیوی فهمیده نمی شود. پس دلیل‌های شرعی کتاب و سنت و دلیل‌های واضح حقیقت عذاب قبر را ثابت می‌کند. پس حالت‌های آخرت با معیارهای دنیوی مقایسه نمی شود. پس عذاب و نعمت در قبر که روحانی است و آن چیزی که ما از این دنیا در این دنیا می‌بینیم فرق دارد. الله سبحانه و تعالی داناتر است. آیا عذاب و نعمتی که در این قبر است بر روح است یا بر بدن؟ این عذابی که یا که نعیمی که در قبر انسان آن را میچشد در روح است یا در بدن؟ شیخ الاسلام رحمه الله تعالی فرمودند که مذهب سلف، که صحابگان کرام این امت و امامان آنها در این عقیده هستند که عذاب یا نعمت قبر به روح و بدن مرده میرسد و روح پس از رفتن از بدن عذاب یا که نعیم داده می شود و این روح با بدن پسان یک ارتباط پیدا می کند که در نتیجه انا همین روح با بدن نعمت یا که عذاب بر او رسانده می شود. پس عذاب و نعمت بر روح و بدن است. این عقیده اهل سنت و الجماعت است و سلف امت بر این عقیده استوار هستند که عذاب و نعیم هم بر روح است هم بر جسم است، در حالی که روح پس از مرگ جدا می شود از بدن و سپس بر بدن انسان باز برگردانده می شود و او بر بدن انسان ارتباط دارد این روح و این ارتباط بعضا در قبر و در بعض زمانها رخ می دهد که آن عذاب بر نعمت یا که عذابی که نعمت به آن سپس می رسد
و آیه های قرآنی و احادیث رسول صلی الله علیه و سلم نشان بر آن می‌دهد که این عذاب یا که نعمت نه تنها بر روح است بلکه بر بدن هم هست. و دلیل آن قول الله سبحانه و تعالی در سوره غافر الله می‌فرماید النار یعرضون علیها غدوا و عشیا، سپس در قبرهایشان عذاب داده میشوند به آتش هر صبح و شام تا روز قیامت و در روز قیامت آنها بر آتش پرتافته میشوند. این آیه کریمه نشان داده میشد که این فرعون با آلش پس از مرگ عذاب داده میشوند و این نشان میدهد که روحی بنده هنگامی که بنده مرد روحش گرفته میشود سپس بر او برگردانده میشود. پس عذاب انسان یا که نعیم انسان در قبر هم بر روح است هم بر بدن میرسد و این عقیده سلف این امت است. روح پس از مرگ یا که بر نعمت مشرف میگردد اگر از اهل توحید باشد یا که بر عذاب مشرف میگردد اگر از اهل جهنم باشد. بر روح و بدن این تأثیر میرساند که انسان آن را حس میکند. اما شاید در اینجا سوال پیدا شد که چرا ما این را حس نمیکنیم؟ چون این عالمی که ما زنده هستیم زندگی مینماییم از عالم برزخ یک جهان دیگرگون است و عالم آخرت از عالم برزخ یک جهان دیگرگون است. انسان مرحله های را طی میکند، اول از نطفه، سپس گوشپاره، سپس در شکم مادر، عالم شکم مادر، سپس از این عالم به این عالم هستی میبرد، از این عالم هستی بر عالم قبر، سپس از عالم قبر به عالم آخرت، بعد از اونجا با این یا اینکه به سوی بهشت یا اینکه به سوی جهنم. بارک الله فیکم. در اینجا از این کتاب مبارک توقف می‌نماییم. در درس‌های آینده اگر زنده باشیم از این کتاب یحشر الناس یوم القیامه، اکنون روز قیامت مردم در صحرای محشر برانگیخته میشوند. قسمت صحرای محشر میشود که انسان‌ها لخت مادرزاد، بی لباس، بی پایافزال، ختنه نشده در آنجا در آن صحرای محشر برانگیخته میشوند. از این قسمت باز ادامه خواهیم داد. سبحانك اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک.